برای بینندگان عزیز گرامی، دیدید که این آخونده از هر وسیله استفاده می‌کنند برای ضربه زدن به دین مبین اسلام و ایجاد شک و شبهه در اذهان مردم. حالا یک کلیپ های دیگری هم داریم که جدیداً دوستان از بخش پژوهش پیگیری به من دادن که اینها هم بیانگر همین موضوع هست و توهینی است آشکار به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه ایشون نتونستن معارف قرآن رو بیان بکنند و مهدی اینها که میاد یا همون امام زمان خیالی و ساختگیشون کاری رو میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نتونستند. با همین کلیپ اولی رو میبینیم. 2 تا کلیپ هست. اهل بیت و عترت پیامبر عظیم الشأن مهمترین وظیفهشون تبیین قرآن و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. شما می‌بینید در بین علمای اهل سنت یک نفر، اونم ابن تیمیه است، که یک چنین ادعایی داره که پیامبر عظیم الشأن تمام حقایق قرآن رو بیان کرده. منتها چون یک ادعای غلط و غلطش هم فاحشه، اصلا اعتنایی بهش نمیشه. اما سیوطی دیگران همه بیان کردن که پیامبر عظیم الشأن در این 23 سال فرصت پیدا نکرد که حقایق قرآن رو برای مردم بیان کنه. اگر شما یک نگاه گذرا داشته باشید، 3 سال حضرت در دعوت مخفی به سر می‌برد، کسی حضرت رو نمیشناخت. در از حضرت داشت اون هستی مرکزی رو شکل میداد. در اینجا میگه که غیر از ابن تیمیه که گفته پیامبر همه حقایق قرآن رو بیان کرد، بقیه گفتن که نه، این کارو نکرد. دروغی است آشکار، واضح، تهمتی است که هیچ دلیلی براش ندارن. و اگر واقعا ابن تیمیه این حرف رو زده باشه، واقعا یعنی میشه گفت که سرآمد مسلمانان جهان بوده بعد از صحابه و تابعین، چون که واقعا حرفی رو زده که قرآن گفته، حرفی رو زده که واقعیت هست. منتها من در آخر انشالله یک بعد از اینکه این 2 تا کلیپ رو نگاه کردیم آیه‌ای رو خدمتتون انشالله نشون خواهم داد که کلاً حرف ابن تیمیه رو تایید میکنه و حرف این آخوندهای دروغگو رو رد میکنه. ادامه کلیپ رو ببینیم. 10 سال بعد که در مکه پیامبریش رو اعلام کردن، فاستع بما تؤمر، همش در حال فرار و گریز و اینها بودن. به تعبیر بعضی هیچ وقت فرصت نکرد حضرتی که اطلاعیه بزنه که آقا ما روزهای مثلا شنبه، چهارشنبه چه درس تفسیر قرآن داریم، تبیین قرآن داریم، چون وظیفه پیامبر این دیگه. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. 10 سالی هم که در مدینه بود، غیر از اون سال اول که حضرت اون اساس فرهنگی حکومت اسلامی رو که بحث عقد و اخوت و ساخت مسجد و چی رو بنا گذاشت، بعدش دیگه همش دوباره بحث جنگ و اینها. همین آیه‌ای رو که خودش میخونه، اگر اینا عقل و شعور داشته باشن، خود همین آیه جواب خودشون رو میده. و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس. خب نگفته که و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس بعد که به 250 سنه؟ اینطوری که نگفته که بعد از 30 سنه یا 30 40 50 60 100 سال 150 سال یا در کربلا یا به دست امام حسین یا بعد دست حضرت مهدی یا بعد از 1400 1500 یا در آخر الزمان. خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، لتبین للناس، به خاطری که تو بیان بکنی برای مردم. اصلا آیات قرآن کریم چطور نازل می شد؟ اکثرا یک اتفاقی می افتاد، سوالی می شد، معضلی پیش می اومد برای صحابه یا برای مسلمان ها یا برای کفار یا برای هر کسی که در اون جامعه زندگی می کرد. الله سبحانه و تعالی آیتی رو که موافق با اون زمان و مکان و برای عموم انسان ها در طول تاریخ بود نازل می کرد.
به خاطر همین ما می‌بینیم دوران مکی که این آخوند جاهل ازش ذکر میکنه دورانی بود که بیشتر آیات تشویق به ایمان داشت، تشویق به یکتاپرستی و توحید داشت تا که یک هسته ایجاد بشه برای رساندن اسلام به بشریت. برعکس وقتی که آیات مدنی رو میایم نگاه میکنیم که در مدینه نازل شده که میگه در طول مدتی که در مدینه بودن همین در گریز بودن و فلان بودن فرار بودن، این دروغایی است که اینا ساختن. درسته که رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد کردن، غزوات بود، همیشه زد و خورد بود با کفار، با منافقین، اما در طول این مدت آیات نازل میشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح و تفسیرش رو میدادن برای انسان ها. اما اینها فکر کردن که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم یک آیات سربسته‌ای برایشون نازل میشد که در آخر زمان امام زمان بیاد و اون رو برای مردم آشکار بکنه. خب اگر اینو قبول بکنیم، سرنوشت من و تو و پدر و اجداد و یعنی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که زندگی میکردن تا آخر زمان، تا وقتی که مهدی ظهور میکنه، سرنوشت این مسلمان ها و انسان ها چی میشه؟ آیا اینها تبیین شده براشون ذکر قرآن کریم یا نشده؟ اگر نشده پس چه سود از این قرآنی که برای ما تبیین نشده، آشکار نشده؟ اگر شده کجاست؟ تناقض، مذهبی که سراسر تناقض است. ادامه را بشنوید. خب پس حتما باید، یعنی نقض غرض لازم میاد، اینکه در کنار قرآن مبین قرآن نباشه. چون بنابر این، یعنی هم بنابر قول دانشمندان اسلامی، هم بنابر گزارش تاریخی، پیامبر عظیم الشأن فرصت پیدا نکردن که قرآن را، حقایق قرآن را، همه معارف قرآن را برای مردم تبیین کنه. یک نکته باز اینجا وجود داره، علی فرض این که حضرت این فرصتی هم پیدا میکرد، عقل افرادی که در کنار پیامبر عظیم الشأن بودن توان فهم همه معارف قرآن و حقایق قرآن را نداشتن. خب پس اینجا این سوال پیش میاد که یک انسانهایی باید باشن که به همه حقایق و معارف قرآن و به همه زهر و بطن قرآن باید آگاهی داشته باشن تا قرآن از حیز انتفاع خارج نشه، تا اینکه نقض غرض لازم نیاد. اهل بیت کار میکنم احمد جان عزیز، این کلیپ اول این آخوند بود. کلیپ بعدی رو هم میبینیم. یکی هم این شبهه بود که مطرح میکنن که شیعه میگه که امام مهدی کاری خواهد کرد که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله نتوانست انجام بده، و خب این رو در سخن شیعه دقت میکنن و بعد میگن خب اینا دارن میگن مقام امام مهدی از پیامبر اسلام بالاتره. بعد شروع میکنن به توهین و اهانت و اینکه بله شیعه غلو کرده و امامانشو بالاتر از پیامبر اسلام میدونه و بالاخره بدگویی علیه شیعه و مذهب حقه اهل بیت. در حالی که به همین هم توجه بکنند، به همین بحث شرایط ظهور، پاسخ این شبهه هم خیلی روشنه که اگه ما وقتی میگیم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کاری خواهد کرد که پیامبر بزرگوار اسلام نتوانست اون کار رو انجام بده، این نتوانستن به لحاظ توانایی امام مهدی و نعوذ بالله عدم توانایی شخص پیامبر نیست، بلکه میخوایم بگیم پیامبر یارانی نداشت که این کار رو انجام بده و الا به شخصه توانمندتر از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. تناقض دیدید تو همین شبکه، تو همین برنامه یا برنامه‌ای که موضوعش امام زمان هست، اونجا گفت که پیامبر فرصتش رو پیدا نکرد. میگن دروغگوها حافظه ندارن. این آخوندهای دروغگو این نمونه ای از بی‌حافظگی اینها است، نمونه ای از دروغگوییشون هست. اونجا گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرصتش رو پیدا نکردن.
همیشه گریز بود و جنگ بود و خلاصه وقت نبود برای اینکه قرآن رو تبیین بکنن. اینجا میگه که یارانی نداشتن پیامبر که صلی الله علیه و آله و سلم که این قرآن رو برای اونها تبیین بکنن و دین رو برای اونها تبیین بکنن. یعنی چی میخوان بگن اینا؟ میخوان بگن که یاران امام زمان بهتر از یاران پیامبر است. یعنی چی؟ یعنی شیعیانی که ادعا میکنن که به گرد امام زمان جمع میشن بهتر از کسانی است که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در مدرسه نبوت اونها رو تربیت کرده. بهتر از کسانی است که الله سبحانه و تعالی در 10 آیه قرآن کریم رضایت خودش رو از اونها اعلان کرده. بهتر از کسانی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در مورد اونها میگه که اینها مصداقهای آیات قرآنی هستند. اینها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی از اونها راضی شد و آنچه در دل داشتن الله سبحانه و تعالی میدانست. مؤمنین واقعی، شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، پیام خیلی ساده و راحت. پیامبر اون یارانی رو نداشت که برای اونها قرآن رو تبیین بکنه و عقل اونها درک بکنه این مسائل رو. قطعا امام مهدی شیعه و پیرو پیامبر هست، از امت پیامبر، قطعا به مقام ایشون نمیرسه. اما به لحاظ یاران و موقعیت خاصی که امام مهدی پیدا خواهد کرد، یک حکومت جهانی تشکیل خواهد داد، یک عدالت کامل برپا خواهد کرد که چنین چیزی به لحاظ نبود یاران کافی و به لحاظ نبود شرایطی که یکیش هم همون پذیرش عمومیه که بعد توضیح خواهیم داد، طبیعتاً پیامبر زمینه و فرصت و بستر چنین کاری رو پیدا نکرد. نه اینکه نعوذ بالله میخوایم بگیم شخص پیامبر این توانایی رو نداشت. بنابراین این هم برای بینندگان بزرگوار روشن میشه که چنین شبهاتی تنها مغالطه کردن و سفسطه کردن و اینهاست برای اینکه بخوان مذهب حق اهل بیت رو به چالش بکشن و افرادی رو به خاطر عدم توجه لازم احساساتی بکنن و بخوان از این مذهب دورشون بکنن. بله، به چالش بکشن. ما انشالله به چاله خواهیم کشید حاجی آقا، چون که این مذهب شما فقط به درد چاله میخوره، به درد بشریت نمیخوره، به درد انسان نمیخوره. اما از این آخوندا که بگذاریم، خمینی در کتاب خودش، در کتاب کشف الاسرار، در اینجا چی میگه؟ دوستان نشون بدن. در صفحه 130 میگه ما در اوایل این گفتار ثابت کردیم که پیغمبر از اینکه امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر کند میترسید که مبادا پس از خودش قرآن را دست بزنند یا اختلاف بین مسلمانان شدید شود و یک سر کار اسلام تمام شود. و اینجا گواهی از قرآن میآوریم که در اظهار امامت با اسم و رسم محافظه کاری می کرده و از منافقان ترس داشته. توجه کردید؟ پیامبر علیه بالله محافظه کار بوده، ترسو بوده، از منافقان ترس داشته. بعد آیه ای رو میاره در ادامه که در تضاد و تناقض با همین گفتار خود خمینی و با گفتار این آخوندایی است که پیامبر وقت نکرد، پیامبر یارانشو نداشت، پیامبر زمینشو نداشت، پیامبر فرصتشو پیدا نکرد که حقیقت قرآن رو بیان بکنه. در این دوستان اینو نشون میدم، مختارات من احادیث و خطابات الامام الخمینی به زبان عربی است. مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی رو در ایران چاپ کرده. در این کتاب هم در صفحه 42 در اینجا میگه که هر پیامبری فکل النبی من الانبیاء انما جاء لاقامة العدل و کان هدفه هو تطبیقه فی العالم. هدف همه پیامبران اقامت عدل بود و تطبیقش در عالم بود، لکنه لم ینجح. پیامبر موفق نشد.
حتی خاتم الانبیا، دیگه پیامبران هم موفق نشدن و حتی خاتم الانبیا هم الذي كان قد جاء للإصلاح البشر و تهذیبهم و تطبیق العداله، برای تهذیب بشر و تطبیق عدالت که آمده بود، فإنه هو أيضا لم يوفق، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم موفق نشد برای این کار. بعد چی میگه؟ و این من سینجح به کل معنی الکلمه، کسی که به معنای کلمه موفق خواهد بود و یطبق العداله و عدالت را تطبیق خواهد کرد فی جمیع ارجاء العالم، در همه اکناف عالم، هو المهدی المنتظر، امام زمانشون است. این خطابی بوده که ایشون در 7/4/1359 ایراد کرده و در اونجا این مطلب رو گفته که پیامبر موفق نبود در دعوتش. این هم اعتراف خود خمینی که کفری است صریح و آشکار. و این مطلب در کتاب‌های مختلف خمینی به چشم می‌خوره، مثلا در این کشف الاسرار نسخه عربیش، در اینجا تالیف خمینی، در اینجا چی میگه؟ وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الامامه طبقا لما امر به الله، اگر آنگونه که الله سبحانه و تعالی امر کرده بود پیامبر امر امامت رو ابلاغ میکرد، و بذل مساعی فی هذا المجال، اگر در این مورد کوشش میکرد، تلاش میکرد، لما تشبث فی بلدان الاسلامی کل هذه الاختلافات و المشاحنات، این همه اختلافات و درگیری ها در کشورهای اسلامی به وجود نمی اومد و جنگ ها. ولما ظهر ثمة الخلافات فی اصول دین و فروع، و اختلافات در بین مسلمان ها در اصول دین و فروع دین به وجود نمی اومد. پس این تقصیر پیامبر بوده که امروز علیاذ بالله مسلمان ها این همه اختلافات دارن. اینم کشف الاسرار خمینی نسخه عربیش سال 1988 چاپ شده این کتاب. تشکر میکنم احمد جان. این مطلب و این توهین و اهانت خمینی در همه کتاب های این انسان مشهود است و شما میتونید توهین و اهانت علمای شیعه رو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به همه انبیا در تالیفات اینها، در کتاب‌های اینها مشاهده بکنید. اما میریم در قرآن کریم. آیه است که همین آیه‌ای که خمینی هم در کتابش ذکر کرده بود که در تناقض است با حرفای خودشون. به رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه‌ای نازل شده در قرآن. احمد جان اگر نشون بدی، در سوره مائده آیه 67 که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول، ای پیامبر، ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ابلاغ بکن آنچه را که بر تو نازل کردیم، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو نکنی رسالت تو ابلاغ نکردی، والله یعصمک من الناس، و الله تو رو از مردم حفظ میکنه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی مأمور ابلاغ رسالت بودن. به گفته آخوندا ایشون اومدن یک سری معماهایی رو به ما گفتن که بیان واقعیت اینها رو غیر از امام زمان کسی دیگه نمیفهمه. امام زمان هم که اون قرآن رو گرفته و فرار کرده از ترس اینکه شکمش پاره بشه و کشته بشه، دیگه تا بیاد و برای ما بیان بکنه. پس این قرآن عبارت از 6000 خورده معما که ماها نمیفهمیم، اصحاب پیامبرم نفهمیده بودن، تابعین و علمای سلف و خلف ما نفهمیدن. آقا امام زمان میاد در آخر زمان این رو بیان میکنه. بعد الله سبحانه و تعالی پیامبر رو بهش این اطمینان رو میده که تو نباید ترس داشته باشی، نباید خوف داشته باشی. و حاشا و کلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترس داشتن از ابلاغ رسالت، زیرا که الله سبحانه و تعالی تو رو حفظ میکنه. والله یعصمک
من الناس. پس پیامبران و انبیای الهی از طرف الله سبحانه و تعالی در حفظ و پناه بودن و در تبلیغ رسالتشون هیچ کس نمیتونست که به اونها گزندی برسونه. حق رو آنطوری که باید و شاید بیان میکردن، نه ترس داشتن، نه محافظه کار بودن و نه از کسی میترسیدن، چون اونها پیام رسان الهی بودن و الله سبحانه و تعالی اونها رو این اطمینان رو داده که الله یعصمک من الناس. در سوره احزاب آیه 39 احمد جان اگر این آیه رو هم نشون بدی، در اینجا الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفى بالله حسیبا. کسانی که پیام الهی رو، رسالات الهی رو میرسانن، از الله میترسن فقط و از هیچ کس غیر الله نمیترسن و کافی است که الله حسابگری اعمالشان را بکنه، یا خداوند برای حسابگری کافی است. در ادامه می‌بینیم که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. در اینجا هم میگه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از شما نیست، از مردان شما، ولکن پیام رسان الهی است، خاتم پیامبران و نبیین است و کان الله بكل شیء علیما. و الله سبحانه و تعالی به هر چیز آگاه است. پس اولا اینکه الله سبحانه و تعالی انبیاء خودش رو در پناه عصمت خودش قرار داده و اونها هم وظیفه دارن که غیر از الله سبحانه و تعالی از هیچ کس دیگری نترسند. در اینجا دروغ بودن، تناقض، توهین و اهانت علمای شیعه به انبیاء الهی عموماً و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصوصاً ثابت میشه. آه